درود به همه دوستان. امیدوارم که هر جا که هستین تندرست و امیدوار باشین. خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا در مورد شعر و ادبیات فارسی صحبت بکنم. در این جلسه در نظر دارم که در مورد عناصر شعر صحبت بکنم. اول باید ببینیم که شناخت عناصر شعر چه کارکردی داره. شناخت عناصر شعر در درجه اول به ما کمک میکنه که تعریفی به دست بیاریم از شعر که تمام اون عناصر رو در بر بگیره. همینطور به شناخت ساخت شعر کمک میکنه و برای ما این رو آسان تر میکنه که معنای شعر رو بفهمیم و مفهوم شعر رو بفهمیم. همینطور شعر قالب‌های مختلف میدونیم دارند و هر کدوم از شاعران سبک‌های مختلفی دارند وقتی که شعر میگن و دوباره این عناصر رو وقتی که میشناسیم، قسمت‌های مختلف ساخت یک شعر رو وقتی که میشناسیم، میتونیم حالا مقایسه بکنیم سبک‌های شعری رو، سبک‌های شاعران مختلف رو با هم دیگه و همینطور قالب‌های شعر رو میتونیم مقایسه بکنیم. پس شناخت عناصر شعر میتونه به درک عمیق‌تر شعر منجر بشه یا کمک کنه. شعر 5 عنصر داره: عنصر زبان، معنا، خیال، احساس و آهنگ. و شعر کلامیه که این 5 عنصر رو در بر داره. اگر بخوایم یک تعریفی ارائه بکنم که این 5 عنصر رو شامل بشه، تعریف به این گونه میشه: شعر یک مفهوم پر احساس خیال است که در قالب یک زبان توسط جمله‌های نه لزوما آهنگین بیان شود. پس یه بار دیگه، شعر یک مفهوم پر احساس خیال است که در قالب یک زبان توسط جمله‌های نه لزوما آهنگین بیان شود. در ادامه من هر کدوم از این عناصر شعر رو در موردش توضیح میدم یک به یک تا براتون جا بیفته و همینطور این تعریف شعر رو ببینیم که چرا به این گونه هست. عنصر اولی که میخوام در موردش صحبت بکنم عنصر زبان هست. بالاخره هر شعری که بخواد گفته بشه باید در قالب یک زبانی گفته بشه. این عنصر زبان شامل آرایه ادبی و همینطور قالب شعری هست. یک شعر میتونه آرایه ادبی زیادی داشته باشه، پر از آرایه ادبی باشه، یا میتونه آرایه ادبی کمی داشته باشه. میتونه به قالب‌های مختلف شعری گفته شده باشه، مثل غزل، قصیده یا انواع شعر نو. خب شعر به مانند هر گفتار یا نوشتار دیگر ابزار برقراری ارتباط و انتقال مفهوم هست و اون شاعر، اون کسی که داره این شعر رو می‌نویسه، حتما یه حرفی برای گفتن داره. من یک جلسه شب شعری داشتم توی دانشگاه نیوفاندلند در کانادا موقعی که دانشجو بودم. بعضی از بچه‌ها میمدند و میگفتند که ما انتظار مفهوم از شعر نداریم، بیشتر انتظار احساس از شعر داریم. ولی اینطور نیست. شاعر حتما وقتی یک شعری رو داره مینویسه یک مفهومی رو داره میرسونه، یک حرفی برای گفتن داره که این ما رو میرسونه به عنصر دوم شعر، یعنی عنصر معنا. معنا در شعر معمولاً بر دو قسمتش میکنه. میگن معنای وجود داره که نزدیک به کلام هست و معنای وجود داره که بهش میگیم معنای بن شعر. مخصوصاً توی ادبیات سنتی شعرها دو لایه معنایی دارند: معنای نزدیک به کلام و معنای بن شعر، و بعضی از اشعار هم تا 4 لایه معنایی دارند، مثل اشعار سهراب سپهری. مثال میزنم که بیشتر متوجه بشید. مثلا شعر میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، 2 لایه معنایی داره:
معنای نزدیک به کلامش اینه که موری رو که زحمت کشه، دانه کشه و آزاری به بقیه نمیرسونه رو اذیت نکن. و معنای بن شعر این هست که در واقع برمیگرده به زندگی انسانی و مور اینجا مجاز از انسان میشه و میگه که اون انسانی که زحمت کشه، اون کسی که زحمت کشه و آزاری به بقیه نداره و یا اینکه ضعیفتر از بقیه است رو آزار ندیم. پس این هم میشه معنی بنش. حالا شعر هم به مانند جملاتی که ما به طور روزمره استفاده میکنیم میتونه کم معنا یا پر معنا باشه. باز بعضی از بچه ها بودن که این سوال براشون پیش اومد که آیا میشه واقعا یک شعر کم معنا یا پر معنا باشه؟ یا میتونیم بگیم یک جمله کم معنا یا پر معنا؟ من اینو بیشتر توضیح میدم که مشخص بشه. مثال جمله من گرسنه‌ام خب یک لایه معنایی داره و مفهومش اینه که من گرسنه‌ام، هیچ معنای کنایی یا یک معنای بنی در کار نیست. یا یک شعر مثل شعر ساده مثل 100 دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته که هممون توی کتاب دبستان داشتیم. این یه شعریه که میگه حالا دونه های انار که اینجا یاقوت مجاز از انار هست، دونه های انار کنار هم نشستن و این زیباست و یک لایه معنایی بیشتر نداره. مثلا من یه بچه 6 ساله این شعر 100 دانه یاقوت رو راحت میتونه متوجه بشه. جمله من گرسنه‌ام رو هم یک بچه 2 ساله میتونه بفهمه. حالا مقایسه کنیم با این شعر پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است از فروغ. این شعر دوباره دو لایه معنایی داره. لایه نزدیک به کلامش این هست که خب پرواز پرنده زیباست، پرواز پرنده رو به خاطر بسپاریم و خود پرنده یک موجود فانی و مردنی است. معنای بن این شعر باز دوباره برمیگرده به زندگی انسانی و میگه که زندگی انسان رو به خاطر بسپار با تمام اون خاطرات، با تمام اون آموزه ها و درس هایی که میتونه به ما بده. زندگی یک فرد رو، یک انسان رو به خاطر بسپار، وگرنه این خود فرد مردنی است و فانی است. حالا اگر ما این جمله رو بیایم به یک بچه 2 ساله یا بچه 5 ساله بدیم، آیا متوجه معنی میشه؟ آیا متوجه معنی بنش میشه؟ نه. باید یه مقداری سن اون فرد بالاتر باشه، مثلا 12-13 ساله شده باشه تا بتونه به معنای بن این پی ببره. پس ما میتونیم جملات پیچیده بگیم، میتونیم جملات ساده، میتونیم معناهای پیچیده بگیم، میتونیم معناهای ساده بگیم. این طوره که میگیم یک جمله پر معناست یا کم معناست. همونطور که گفتم شعر میتونه یک لایه باشه یا 4 لایه حتی معنایی داشته باشه. بعضی از شعرهای سهراب 4 لایه معنایی دارن، بسیار پیچیدن. بچه‌های در واقع فوق لیسانس ادبیات، دکترای ادبیات اینها رو دستمایه مقاله و تزشون میکنند. یعنی من یه سری در واقع تزهای بچه‌های دکترا رو دیدم، بچه‌های دکترای ادبیات رو دیدم که روی اشعار سهراب سپهری نوشته شده بود. مقاله‌ای دیدم که در مورد یکی از اشعار سهراب سپهری یکی از بچه‌های فوق لیسانس نوشته بود. به دلیل اینکه این اشعار خیلی پیچیدند و 4 لایه معنایی دارند، اینا خیلی جای بحث و گفتار، در واقع بحث ادبی و زبانی توی این اشعار سهراب بازه. حالا جدای بحث سبک یا سنگین بودن، ساده یا پیچیده بودن یا چند لایه بودن شعر، معنای شعر میتونه درست یا اشتباه باشه. مثل جمله‌ای که ما میگیم و این جمله ممکنه درست یا اشتباه باشه، یک شعر هم میتونه در واقع درست یا اشتباه باشه، معناش، مفهومش.
مثال میزنم که بهتر متوجه بشیم. سعدی یک شعری داره که میگه ندانی که سعدی مراد از چه یافت، نه هامون نوشت و نه دریا شکافت. بخوردی بخورد از بزرگان قفا، خدا دادشان در بزرگی صفا. هر آن طفل کو جور آموزگار، نبیند جفا بیند از روزگار. حالا این 3 بیت رو معنی میکنم. ندانی که سعدی مراد از چه یافت، یعنی اینکه میگه که آیا میدونی که سعدی مرادش رو از چه طریق به دست آورد، به اهدافش، به اون هدفش، اونچه که میخواست چگونه دست پیدا کرد. نه هامون نوشت و نه دریا شکافت. کار شاقی نکرد، کار خیلی عجیب و غریبی نکرد، دریا نشکافت. کاری که کرد این بود که بخوردی بخورد از بزرگان قفا. قفا یعنی پس کردنی. خدا دادشان در بزرگی صفا. وقتی که بزرگ شد به اون صفا و معرفت و بالاخره علم و فصاحت و بلاغت کلام رسید. هر آن طفل کجا را آموزگار، نبیند جفا بیند از روزگار. اگر که یک طفلی تنبیه نشه به جور آموزگار رو نبینه، بعد از روزگار ظلم و جفا میبینه. اینجا سعدی برای این اعتقاده که توی آموزش باید حتما تنبیه وجود داشته باشه، که خب این مسئله رو امروز باهاش مخالفیم و میگیم که تنبیه روش درستی برای آموزش نیست. پس یک شعر میتونه نظرات شاعر رو بیان بکنه و نظرات شاعر ممکنه درست نباشن یا درست باشن. این از عنصر معنا و مفهوم. بریم سراغ عنصر بعدی که عنصر خیال هست. عنصر خیال در تمام در واقع هنرهای 7گانه حضور داره. در هنر موسیقی، رقص، نقاشی، مجسمه سازی، شعر و داستان، تئاتر، سینما، در تمام این هنرها عنصر خیال جزو جدای ناپذیر هنر است. مثلا اگر شما از یک موسیقیدان سوال بکنید که آیا خیال اثر داره موقعی که شما یک آهنگی میسازی و مینوازی، آیا این خیال در ساخت اون آهنگ اثر داره، حتما به شما میگه که اون فکر و خیال من خیلی مؤثره در این آهنگسازی من. شعر هم از این قاعده مستثنا نیست و حتما خیال میتونه اون رو شکل و فرم تازه و جدید و متفاوتی بده و حس در واقع هنری بهش بده. مثال اشعاری که داستانی از حیوانات رو بیان میکنند، اینها اشعار خیال انگیزند. مثلا در این شعر از حافظ که میگه بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، واندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. اینجا عنصر خیال خیلی مشخصه. معنیش میکنم بلبل اینجا مجاز از عاشق هست، گل مجاز از معشوق هست. میگه بلبل برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت. برگ گل یا گلبرگی که این بلبل در منقار داره کنایه از اون خاطره و یا اون بوسه یا احساسیه که در واقع معشوق از عاشق داره. و حالا اندر آن برگ و نوا، در اون خاطره، در اون برگی که به منقار داره، خوش ناله های زار داشت. این باعث شده که از دوری معشوق حالا رنج بکشه و دل به معشوق بسپاره. می‌بینیم که چطور اون در واقع احساسات انسانی اومده جان بخشی شده در قالب حالا اون حیوانات یا اون حالا برگ گل. و
اون فضاسازی که شده از بلبل و برگ گل، که اون بلبل یک برگ گلی به منقار داشته و در اون برگ گل یک ناله های وجود داشته، باعث ناله و زاری بود برگ گل. می‌بینیم که چطور این عنصر خیال اینجا استفاده شده و شعر رو زیبا و خیال انگیز کرد. مقایسه کنید با شعر صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته که صرفاً توصیفیه و هیچ خیالی درش نیست. یا گفتیم جملات هم مثل شعرها میتونن که حالا خیال انگیز باشن یا نباشن، مثلا آب در سد درجه میجوشد که هیچ خیالی درش نیست، صرفاً یک واقعیت است. پس میبینیم در این مثال که من گفتم، میخوام به اینجا برسم که اشعار میتونن خیال انگیز باشن، میتونن نباشن، میتونن این عنصر خیال رو بیشتر داشته باشن و بپرورونن و میتونن نداشته باشن. خب برسیم به عنصر بعدی که عنصر احساس هست. شاعر در اشعارش میتونه احساسات گوناگونی رو بیان بکنه. احساساتی مثل غم و شادی، ترس و آرامش، خشم، کسالت، هیجان، عشق، محبت و مهر، اشتیاق یا امید یا خیلی از احساسات دیگه که شاید شما بتونید به ذهن بیارید. باز دوباره این قاعده در مورد عنصر احساس هم هست که ممکنه یک شعری پر احساس باشه و یک شعری نباشه، یک جمله پر احساس باشه یک جمله نباشه. ما در واقع شاعر گاهی احساسی رو در یک شعر بیان نمی‌کنه، مثل اشعاری که در مکتبخانه ها برای هجی کردن اون حالا کلمات استفاده می‌کردن. یک اشعاری رو درست می‌کردن و به بچه‌ها میدادن، اینا رو حفظ می‌کردن برای اینکه بتونن اون کلمات رو هجی بکنن و اون هجی کردن رو به خاطر بسپارن. یا یه شعر دیگه دوباره مثل همون شعر صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، دوباره چندان احساسی درش نیست به جز اینکه حالا میگه که در واقع یاقوت ها این دانه انار خیلی زیباند با اون مقایسه که با یاقوت کرده و بعد یه حس در واقع شاید بگی فقط همون زیبایی رو داره. پس شعر ممکنه احساس ساده رو بیان بکنه. یک مثالی میذارم که حالا یه مقداری هم طنز هست، مثال خیلی ساده. اشعاری که برای بچه‌ها می‌نویسن: برف اومده چه سرده، دست و پاهم میلرزه، لپام شده کمی سرخ، وای دندونام میلرزه. خب این شعر می‌بینیم که خیلی ساده صرفاً داره یک احساس سرما رو بیان می‌کنه. میتونه اون عنصر احساس به همین سادگی باشه، یا میتونه احساسات پیچیده و سنگینی رو توصیف بکنه، مثل این شعر از سعدی: بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست، بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست، روا بود که چنین بی حساب دل ببری، مکن که مظلمه خلق را جزایی هست. کسی نماند که بر درد من نبخشاید، کسی نگفت که بی روی او دوایی هست، یا میگن بیرون از او. خب این شعر را هم معنیش میکنن تا بیشتر بفهمیم که چطور از این عنصر احساس استفاده کرد. خب بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست، یعنی بیا که ماجرا و قصه عشقی در میان هست، بگوی اگر گناهی رفت و گر خطایی هست، اگر من اشتباهی کردم که باعث شده که تو از من فاصله بگیری، این اشتباه و خطا رو بگو. روا بود که چنین بی حساب دل ببری. حالا اینجا اعتراض میکنه، میگه آیا این رواست که من دارم اذیت میشم؟ اون اذیت شدنش رو در واقع داره نشون میده. روا بود که چنین بی حساب دل ببری، مکن که مظلمه خلق را جزایی هست.
حالا با این کلمه مظلمه اون شدت دردش رو داره مطرح میکنه و اعتراضش رو و میگه این حتی ظلم در حق من به خاطر اینکه من دارم خیلی اذیت میشم. پس هدف اون کلمه مظلمه که اینجا آورده اون که شدت حالا اون احساسش رو نشون بده، مکان که مظلمه خلق را جزایی هست. کسی نماند که بر درد من نبخشاید. در واقع همه به من حق میدن، منظورش اینه که همه به من حق میدن. کسی نماند که به من حق ندهد، کسی نگفت که بی روی او دوایی هست. همه میگن که دوای درد تو، که اینجا اشاره میکنه که حتی من بیمار شدم و در اون عشق و شیفتگی که نسبت به تو دارم دیگه حالت عادی ندارم و همه میگن دوای تو، دوای درد تو در واقع روی معشوق است و خود معشوق است. پس اینجا میبینیم که چطور اون شدت احساسش رو، اون شیفتگیش رو نسبت به معشوق مطرح کرده سعدی در این شعر، مقایسه با اون شعر قبل که فقط یک مفهوم سرما رو مطرح کرده بود و یک احساس در واقع سرما رو مطرح کرده بود. اینجا احساسات پیچیده که مثلا دوباره اون شعر قبلی که برای بچه ها گفته شده که بچه‌ای که حالا 4 سالش هست هم میتونه اون شعر رو برف اومده چه سرد دست با هم میلرزه رو بفهمه و حسش رو بفهمه، ولی برای اینکه حالا این شعر از سعدی رو یه نفر بتونه بفهمه باید به یک بلوغ بیشتری رسیده باشه، مثلا نوجوان باشه حداقل، که بتونه اون حس شیفتگی به یک معشوقی رو درک بکنه. پس حالا خود احساسات هم میتونن کم و زیاد باشن، سنگین یا سبک باشن، ساده یا پیچیده باشن. این رو بیشتر توضیح میدم که حالا به چگونه این احساس، چون این چیزا در واقع میشه گفت متغیرهای کمی هستن نه کیفی، به خاطر همین شاید یه ایهامی به وجود بیاد که چطور میشه مقایسه کرد و گفت که یک حالا عبارتی، یک جمله، یک شعر کم احساس یا پر احساس یا حس خیلی زیاد یا حالا متوسطی داره. بالاخره این رو من توضیح میدم که بهتر متوجه بشید. مثلا میتونیم بگیم خوشحالم، در مقابل میتونیم بگیم بسیار خوشحالم. با یه قیدی که اضافه میکنیم میزان احساسات بیشتری رو مطرح بکنیم. ممکنه بگیم به یک نفر علاقه دارم، در مقایسه ممکنه بگیم یک نفر رو دوست دارم. یک نفر رو دوست دارم بار احساسی بیشتری از علاقه دارم داره. ممکنه بگیم که عاشق یک نفر هستم، عاشق یک نفر دوباره بار احساسیش بیشتر از دوست داشتن. یا ممکنه بیایم شدتش رو بیشتر بکنیم با اون قیدایی که استفاده میکنیم و بگیم شیفتگی بسیار و عشق سوزانی وجود داره در من درباره اون معشوق. پس میبینیم که میتونیم با کلمه ها و اون قیدهایی که استفاده میکنیم شدت احساسمون رو تغییر بدیم. توی این مثال علاقه، دوست داشتن، عشق، شیفتگی بسیار و عشق سوزان 4 مرحله احساس هست، 4 در واقع اون سطح احساس هست که هرچی که در واقع به ترتیب پیش میریم اون مقدار احساس بیشتری رو بیان میکنه، از علاقه تا اون شیفتگی بسیار و عشق سوزان. اون عبارت ها رو اگر دقت بکنیم. یه مثال دیگه از سعدی: ای خوب تر از لیلی، بیم است که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. ای تو که خوبتر از اسطوره معشوق‌های ادبیات ایران هستی، اسطوره معشوق‌های ایران هستی، سرزمین هستی لیلی، بیم است که من چون دیوانه ای، چون مجنون، که دوباره مجنون اسطوره یک عاشق است در ادبیات ما، عشق تو بگرداند در کوه بیاباند. اینقدر من گرفتار این عشق تو هستم و شیفته تو هستم که عشق تو باعث بشه که من سر به کوه بیابان بذارم. این مثالی که میزنه و مقایسه که میکنه با اون اسطوره های در واقع داستان های اساطیری و اون اسطوره هایی که توی اون داستان ها وجود داره، میخواد به توسط اون بیاد شدت شیفتگی و عشق خودش رو نسبت به معشوق بیان میکنه. پس میبینیم که چطور میتونیم یک مفهومی رو
با یه احساس خیلی زیاد یا احساس کم در واقع مطرح میکنم. باز دوباره من میخوام این بحث رو بیشتر ادامه بدم و صحبت بکنم در موردش که بهتر متوجه بشیم که چطور شاعران میتونن در واقع اون احساساتشون رو در سطوح مختلف بیان بکنن. میدونیم که خیلی از شعرهایی هست که در مورد رابطه هست، رابطه های عاشقانه هست. یک رابطه عاشقانه یا یک عشق 5 مرحله داره. مرحله اول مرحله جذبه و کشش هست. مرحله دوم شیفتگی هست یا به قول امروزی ها بهش میگن کراش یا اینفچویشن. مرحله سوم شناخت و صمیمیت هست، یعنی شیفتگی که به وجود میاد، حالا اون دو نفر به هم پیوند میخورن و شروع میکنن همدیگر رو شناختن و با هم صمیمی شدن. مرحله چهارم مرحله تصمیم گیری، پذیرش و تعهد هست، یعنی مرحله هست که حالا این دو نفر همدیگر رو شناختن، صمیمیت رخ داده، حالا تصمیم میگیرن که آیا با همدیگه بمونن، همدیگر رو میخوان، بعد آیا میخوان به اون پذیرش میرسن، آیا همدیگر رو میپذیرن و به هم آیا تصمیم میگیرن که تعهدی داشته باشن یا نه. مرحله چهارم که به ثمر برسه، یعنی همدیگر رو بپذیرن و متعهد بشن، میتونن وارد مرحله پنجم بشن که مرحله آرامش، امنیت احساسی، تعهد و پذیرش همیشگی هست. خب تمام مراحل رو یک شاعر میتونه توی اشعارش توصیف بکنه. شرطش چیه؟ شرطش اینه که خودش این مراحل رو از سر گذرونده باشه. شرطش اینه که به اون سن در واقع بلوغ رسیده باشه. مثلا ما از یک شاعر 12 ساله انتظار نداریم که بیاد و مرحله پنجم عشق رو برای ما توصیف بکنه و در مورد شعر بنویسه. ولی از یک شاعر 25 ساله میتونیم همچین انتظار داشته باشیم. حالا از طرفی پیشرفت کردن توی این مراحل نیاز به رشد فکری داره، رشد روحی داره، رشد عقلانی داره، بلوغ جسمی داره، سلامت روحی و روانی داره. تمام اینا که جمع بشه و یک نفر به بلوغ برسه مثلا به سن حدود 25 سال، حالا اگه این طرف شاعر باشه میتونه اینا رو بیاد توی شعرش توصیف بکنه، این 5 مرحله عشق رو، که هرچی این مراحل پیش بره، مثلا از اون مرحله جذبه و کشش برسه به مرحله آرامش و امنیت احساسی با اون تعهد و پذیرش همیشگی، این شعر میتونه شامل مفاهیم پیچیده تر، احساسات عمیق تر و سنگین تر و پیچیده تری باشه. حالا باز دوباره میخوام یه مقداری عمق بدم به این قضیه. توی رابطه طبق اون چیزی که روانشناسا میگن 3 نوع اتچمنت یا پیوند وجود داره که این رو به شکل تایپ A, B و C تقسیم بندی میکنن. تایپ B تایپ secure attachment، تایپ A تایپ avoidant attachment or dismissing attachment، تایپ C تایپ anxious attachment. حالا اگر علاقه داشته باشین یا حالا مطالعه داشته باشین در مورد روانشناسی یا رشته‌تون روانشناسی باشه، بهتر اینو متوجه میشین. ولی اگر هم که علاقه داشته باشین، خیلی راحت میتونید توی گوگل سرچ بکنید و اینا رو بیشتر در موردش بدونید. چیز جالبی هست. سکیور اتچمنت نوع پیوندی هست که پیوند امنیه که دو نفر باید به یک رشد روحی روانی رسیده باشند و همینطور یه سلامت روحی روانی داشته باشند که بتونن سکیور اتچمنت رو برقرار بکنن، یعنی اون پیوند که حاوی امنیت روحی و احساسی هست رو برقرار بکنن. حالا اگر یک شاعری داشته باشیم که همچین توانایی داشته باشه، توی شعرش این متبلور میشه، منعکس میشه و این شعر پر از احساسات عمیق و مفاهیم
واقعی و احساسات واقعی میشه. الان اگر شما بدونید که اتچمنت چیه، اگر اتچمنت اونجا احساسات واقعی هستند، خیلی این دو نفر به هم پیوند محکم و نزدیکی برقرار میکنن و پایدار برقرار میکنن. در مقابل اون اتچمنت های دیگه اتچمنت های خوبی نیستند. اوایدنت اتچمنت اونقدر که باید به هم نزدیک نمیشن و توی فاصله هستن. زیاد نمیخوام توی اینا جزئیات برم چون خیلی خیلی پیچیده است، ولی میخوام بگم که اگر یک شاعری نتونه که اون سکیور اتچمنت رو برقرار بکنه، حالا بیاد اتچمنت مثلا اوایدنت اتچمنت برقرار بکنه یا انکشس اتچمنت بتونه برقرار بکنه و تجربیاتش توی انواع، حالا شاید بگیم که یه مقداری مشکل داره پیوند و اتچمنت باشه، خب بعد اونا رو توی شعرش متبلور میکنه و منعکس میکنه. پس یک شاعر شخصیتش، روحیاتش، اون رشد روحی روانیش، سلامت روحی روانیش روی اینکه چقدر اون عناصر شعرش در واقع پیشرفته باشه از لحاظ انسانی اثر داره. چقدر اون احساساتش از لحاظ انسانی پیشرفته باشه. پیشرفته به معنی اینه که آیا در چه حدی است، در حد فهمی بچه 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله. اینا در واقع سن یک فرد وقتی که بالا میره، حالا توی مراحل احساسی پیشرفت میکنه، توی مراحل فکری پیشرفت میکنه، توی در واقع عقل قرار پیشرفت میکنه. بنابراین همینا منعکس میشه توی شعرش. این چیزها رو میتونیم توی شعر انتظار داشته باشیم از شاعر و اگر آشنایی داشته باشیم توی شعرش ببینیم. حتی اون احساسات شاعر میتونه اشاره بکنه به اون اختلالات فکریش یا سلامت روحیش. اینا میشه جنبه های مختلفه حالا احساس در شعر، چون احساس رو شاعر میسازه و اون تجربیات شاعر و اون توانایی‌های شاعر و اون در واقع روان شاعر میتونه قوت یا ضعف شاعر باشه در اون پرداختن شعر و نوشتن شعر. خب بریم به عنصر بعدی که عنصر آهنگ هست. آهنگ یکی از عناصر خیلی خیلی جالب شعر هست که طبق حالا تعریف قدیمی که میکنن از شعر، میگن تمام قالب‌های شعری آهنگ دارن به جز شعر سپید و موج نو. و همینطور حالا اون اشعاری که آهنگین هست مثل غزل یا قصیده، اون شعرهایی که در واقع بیتی هست، اینها وقتی شاعر این شعر رو میگه اول آهنگ هست، اول ریتم هست، بعد اون احساس و اون معنا و اون در واقع حرفی که شاعر میخواد بزنه سوار بر اون آهنگ میشه و اول آهنگ هست که در ذهن شاعر میاد. پس آهنگ چیزیه خیلی مهم توی اون شعرهای ادبی، شعرهای بیتی. ولی از طرفی خب میگن که قالب‌های شعر سپید و موج نو طبق تعریف قدیمی که وجود داره میگن اینا آهنگ نداره. خب از طرفی زبان فارسی زبان آهنگینی هست. من یادمه که یک دوستی داشتم که اهل مالزی بود، مالایی بود. وقتی که من و دوستم یکی از بچه‌های ایرانی با هم حرف می‌زدیم، اون دوست مالاییمون میگفت که شماها چقدر جملاتی که صحبت می‌کنید چقدر آهنگین هست و شبیه شعر هست و چقدر جالب و قشنگه. اون توصیفی که می‌کرد دربارش، یعنی به زعم و به نگاه یک فردی که ایرانی نیست، فارسی یک زبان خیلی آهنگین میاد. شاید برای ما عادی باشه که خب همینطور هم هست. مثلا زبان انگلیسی هم اون ریتم آهنگ رو داره،
توی صحبت کردنشون. زبان فارسی هم به طور خاص خیلی زبان آهنگینی هست و حتی جمله های عادی آهنگین هستن، ریتم دارند، بالا پایین دارند. پس میتونیم با توجه به این بگیم حتی اون شعرهای سپید و موج نو هم آهنگین هستند. ولی خب مشکل اینه که شعر سپید و موج نو نسبت به در واقع قالب‌های دیگه آهنگ کمتری دارند. چندان اون آهنگ، عنصر آهنگ توشون برجسته نیست، اون چیزی نیست که اینا رو متفاوت میکنه. شعر موج نو که در واقع همون نثر هست، یعنی جملاتی هست که نه قافیه داره و نه آهنگ داره و حالا به چه شکلی اسمش شعر میذاریم؟ به این شکل که اون عنصر خیال رو خیلی داره، اون عنصر احساس رو خیلی داره، آرایه ادبی رو، اون عنصر زبانی رو خیلی در واقع در خودش داره و شعری که به این گونه باشه، شعر موج نوعی که به این گونه باشه مسلماً چشمگیر و زیبا خواهد. در مورد شعر سپید و شعر نیمایی، این دو قالب چندان مرز مشخصی و دقیقی ندارند. یعنی میگن که شعر نیمایی، حالا طبق تعریفش، شعر نیمایی قافیه داره، آهنگ داره، ریتم داره، فقط اون قافیه ها مرتب نیست و طول اون تکه های شعر مثل شعرهای بیتی مرتب نیست، برابر نیست. در قیاس شعر سپید قافیه داره ولی اون آهنگ رو نداره. از طرفی بعضی از اشعار سپید و نیمایی رو میشه خیلی راحت اصلا جدا کرد با توجه به اون ریتمی که داره و اون آهنگی که داره، ولی خیلی از اشعار سپید و نیمایی چندان نمیتونیم بگیم آیا این سپیده، آیا نیمایی، یا حتی ممکنه بعضی جاهاشو بگیم نیمایی، بعضی جاهاشو سپیده. ولی برای تشخیص قالب شعر سپید و نیمایی از عنصر آهنگ استفاده میکنن. یعنی شما باید به اون عنصر آهنگ دقت بکنید تا بتونید اینا رو اصلا تشخیص بدید و بعضی جا هم مجبوریم بالاخره به یک سمت بگیم متمایل تره، مثلا بگیم این شعر به سپید متمایل تره، بذاریم اسم قالب رو سپید، ولی چندان تو بعضی از موارد نمیشه اینا رو تشخیص داد. اگر که اون ریتم آهنگش کمتر باشه میگیم سپید، اگر بیشتر باشه میگیم نیمایی. حالا برخی از شعرها همونطور که گفتم آهنگین تر از برخی دیگرند. مثال میزنم این شعر از فریدون مشیری: چه زیباست چو خورشید درفشان درخشان، ز آفاق پر از نور جهان را خبر آریم. همان گونه که خورشید بر اورنگ زر آورد، خرد را بستاییم و بر اورنگ زر آریم. چه زیباست که با مهر دل از کینه بشوییم، چه نیکوست که با عشق گل از خار برآریم. می‌بینید که چقدر ریتمیک هست و چقدر آهنگین هست. اولش این شعر، حالا من کامل نخوندم، یه قسمتش خوندم، ولی اول شعر یه حالت شعر نو داره، ولی از نظر قالبی بعدش شبیه غزل میشه، یه مقداری ترکیبی هست از قالب. ولی میبینیم که از لحاظ حالا این عنصر آهنگ چقدر ریتمیک بود، چقدر آهنگین بود. در قیاس شعری میخونم که با اینکه بیتی هست ولی خیلی عنصر آهنگ توش کمتر لمس میشه. چه از حافظ هست: خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. به رغم مدعیانی که منع عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. میبینیم که این دو بیت در مقایسه با اون شعر فریدون مشیری چندان اون ریتم و اون آهنگ رو نداره. یعنی حس نمیشه اون ریتم و آهنگ توش، خیلی ریتم تقریبا صاف و یه دست و فلتی داره. پس میتونیم بگیم بعضی از اشعار فارغ از قالبشون ریتمیک ترند و پر آهنگ ترند، بعضیشون کم ریتم ترند یا یه مقداری یکی نواخت ترند از لحاظ آهنگی. پس این هم از عنصر آخر یا عنصر آهنگ. همطور که مرور کردم 5 عنصر داریم: عنصر زبان، معنا، خیال، احساس و آهنگ.
و حالا بهتر این تعریف قابل فهمه که شعر یک مفهوم پر احساس و خیال است که در قالب یک زبان توسط جمله‌های نه لزوما آهنگین بیان شود. گفتم که شعر حتما نباید که یکی از این 5 عنصر خیلی درش بدرخشه، میتونه که حالا زیاد آهنگین هم نباشه مثل شعر موج نو، ولی عناصر دیگر درش خیلی پررنگ باشه و زیبا باشه. اون در واقع اون شعر رو زیبا بکنه. مثلا توی شعر موج نویی که عنصر خیال و احساس و معنا و حتی زبانی، یعنی اون آرای ادبی زیاد استفاده شده باشه و پررنگ باشه، با اینکه عنصر آهنگ رو نداره یا اینکه کمتر در واقع اون آهنگ هست، بازم میتونه خیلی زیبا باشه. و میشه اون سبک شاعرای مختلف رو با هم مقایسه کرد با توجه کردن به این عناصر شعری. مثلا مولانا خیلی ذهن آهنگسازی داشته، بسیار شعرهای ریتمیک آهنگین و زیبایی داشته. اون عنصر آهنگ خیلی در شعرهای مولانا دیده میشه. مثلا در شعر سهراب بسیار عنصر احساس و معنا دیده میشه. همونطور که گفتم سهراب شعرهایی داره که تا 4 لایه معنایی دارند: صدای پای آب، شعر رهگذر، بسیار شعرهای احساسی گفته و یک شاعر رمانتیک هست. من میگم که سهراب تنها شاعر رمانتیک ایران هست. بسیار خب گفتیم که اون عنصر معنا و احساس در شعر سهراب هست. عنصر خیال میتونه توی اثرهای اسطوره‌ای مثل شاهنامه خیلی دیده بشه، به خاطر اون طبیعتی که داره. همینطور مثلا عنصر زبان در شعر حافظ به خاطر اینکه خیلی حالا از آرایه‌های ادبی زیاد استفاده کرده، میتونیم عنصر زبانی رو بگیم که خیلی قوی هست توی شعر حافظ. پس میتونیم سبک شاعرای مختلف رو بدون توجه به قالبش، سبکشون رو بیایم مقایسه بکنیم با توجه به این عناصر شعر. حالا مخاطب شعر هم ممکنه با توجه به اون سلیقه‌ای که داره متمایل بشه به اشعاری که یک سری از این عناصر شعر درش پررنگ تره. ممکنه یک مخاطبی عنصر آهنگ خیلی براش مهم باشه و حتما شعر رو ریتمیک و آهنگین بخواد بگه شعرهای مولانا خیلی قشنگه، یا یک مخاطبی خیلی شعرهای احساس و خیال انگیز خیلی براش مهم باشه بگه شعرهای سهراب رو خیلی دوست دارم، یا یک مخاطبی برای اون عناصر زبانی و اون در واقع آرای ادبی خیلی ارزش قائل باشه و بگه شعرهای حافظ. بالاخره مثلا شعرهای حافظ شما تمامی عناصر رو توش میبینید و شعرهایی داره که بالاخره شما ممکنه یه شعرشو ببینید که خیلی عنصر آهنگ توش زیاده، یه شعر دیگهش خیالشه، یه شعر دیگهش احساسش، ولی حالا شاید بیشتر به اون ابیات بی‌نقص و در واقع صیقل خوردهش، در واقع صیقل خورده‌ای که می‌نویسه معروف باشه. بنابراین عنصر زبانی خیلی کار شده توی اشعار حافظ. امیدوارم که فرصت بشه که در مورد حالا بعضی از این شاعران و اشعارشون بیشتر صحبت بکنم. تا اینجا بحث امروزمون رو به پایان میبرم. امیدوارم که چیزای جدیدی یاد گرفته باشین. امیدوارم که یک پایه‌ای بشه برای این درک اشعار، حتی درک معنای اشعار، درک بیشتر سبک‌های شاعر، در واقع شاعران و حتی قالبان شعر. امیدوارم که هر جا که هستین تندرست باشین. تا زمان دیگه و وقت دیگه، بدرود.